شما دارم بسیار به شکل مختصر. حرف اول امی که هیچ وقتی ناامید نباشین. امید ما همیشه به خدا باشه و خدایی که عادل است. وعده پروردگار است که هیچ حکومتی با کفر دوام میکنه و با ظلم دوام نمیکنه. آنچه امروز در وطن ما جریان داره ظلم است. اگر ظلم نمی بود خب همه ما امروز در وطن ما بودیم و به یک ترتیبی در کنار هم دیگر. اما چیزی که داعیه ما را، چیزی که حقانیت ما را ثابت میکنه عمل زشت و شنی و ظلمی است که امروز طالب داره انجام میده، چه بالای به یک ترتیب زن و ناموسی کشور، چه بالای به یک ترتیب مرد و خرد و کلانش. مورد اول امین است، روز به روز انشاءالله با کمک خدا و با یاری پروردگار دیگه این شرایط متغیر است، تغییر میکنه، هیچ چیزی یکسان نمیماند. مورد دوم پیامم به شما عزیزایی که در غرب هستین، بزرگترین و بهترین شیوهی که شما میتونین کمک بکنین ایست که اما مدارج ترقی را و مدارج علم بپیمایید. هر کجایی هستین زمینی که کار میکنین درستان هم بخوانین، به هر کجایی که بهترین امکان داره خدا برسانین و اما قواعد و قوانین هر کشور احترام بکنین، مطابق با قوانین خود برابر بکنین، مدارج ترقی و علم و مکتب پیشرفت طی بکنین و با طی کردن اگه امسال نشه سال دیگه، سال دیگه نشه 5 سال دیگه، ما و شما نیاز به مبارزه به یک ترتیب جنگی نداریم. الحمدلله قدر بچه‌ها و برادرها و عزیزای ما در داخل هستن که جنگ کنن. ما نیاز به کسایی داریم که در شرق در غرب استاد شوند و حقانیت مردم ما را بیان بکنن. او شما هستین که باید بخیر ان شاء الله این کار انجام بده. مورد سومی که خدمتتون میگم مسئله اتحاد است. ببینید میاد دشمن گپش نمیسته که ما را چند پارچه کنه. اگر بازی دشمن فهمیدی هیچ وقت شکست نمیخوری. بازی چیست؟ میاد اولین کاری که انجام میده اختلافی را که میندازه، میگه که ما فرق بین یک ترتیب افغانستان و دنیا، افغانستان جزء از جامعه جهانی است. امروز یک استاد بسیار ارزشمند در پایین صحبت میکرد به نام پروفسور مایکل بری که این بود که این داعیه‌ای که طالب داره که ما نمایندگی از فرهنگ افغانستان میکنیم یا مذهب اسلام، هر دوش غلط است. در سال 1923 بیشتر از 100 سال قبل دولت امو زمان افغانستان قانون در